در اینترنت ویدیوی بازداشت جین در وحدت سر و صدای زیاد به پا کرده است. مؤلف ویدیو می نویسد جین گویا 3 شبانه روز باز همه را می ترساند و مردم وحدت شبا خواب نداشتند. اما طوری به نظر می رسد شکار گویا جین در وحدت با بازداشت یک جوان سیاه‌پوست انجام یافته است. در ویدیو نشر شده در داخل یک ماشین جوان سیاه‌پوست ظاهرا افریقایی تبار دیده می شود که مردم هنگام جستجوی جین او را در وحدت دستگیر کردند. معلوم نیست که او کی و مشخصا در کدام گوشه شهر وحدت یا دهات اطراف آن دستگیر شده است. در ویدیو 2 نفر با پیراهن رنگش سفید ملیسگی نیز دیده می شوند. یکیش دستگیر شده را به ماشین سوار کرده ایستاده است و دومی در دستش یک ظرف آب در پهلوی دستگیر شده در ماشین نشسته است. ولی مقامات ملیس شهر وحدت و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا کنون درباره بازداشت این جوان سیاه‌پوست ظاهرا افریقایی تبار که برخی او را جین گمان کردند یگان شرح ندادند. کاربران می نویسند 3 شبانه روز باز پیدا شدن شبح ناشناس در وحدت مردم را سخت ترسانده و مردم در دهه ها شبها حتی نوبتداری تشکیل کرده بودند. وقتهای آخر در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان از جمله در اسفره و کونی بادام و پنجکین نیز آوازه ها درباره پیدا شدن شبح های مشکوک یا افرادی که گویا خود را کارمندان مقامات وانمود کرده به خانه مردم حمله میکنند پخش شده بود. ولی در وحدت آوازه درباره پیدا شدن گویا جین مردم را چند روز باز بی‌ضابطه کرده بود.